قیاس منطقی یعنی این، یعنی حرکت از کلی به جزئی. به چه صورت؟ به این صورت شما یک حکم کلی دارید در پیشتان، یک موضوع دارید، یک موضوع کلی و این یک حکم دارد و پیش شما این یقینی است، قطعی است. مثلا شما میدانید که، حالا مثال میزنم، که انسان موجودی خردمند است. مرادم از خردمند نه اینکه حالا دانشمند و فلان، نه، یعنی اینکه با خرد موجودی است که خرد دارد، یعنی خردمند است. این یک حکم کلی است. بعد از شما میپرسند که آیا شاکر خردمند است؟ شما میگویید که آره هست و با یقین میگویید. میپرسند چرا؟ میگویید که چون ما یک حکم کلی داریم و آن این که تمامی انسان ها موجودات خردمند هستند و چون شاکر هم انسان است، پس شاکر هم خردمند است و یقینی هم هست، قطعی است. این روش یعنی سیر از کلی به جزئی، اسمش را میگویند قیاس منطقی و قطعی است. نتیجه اش اگر واجد شرایط باشد، یعنی یک سلسله شرایط در کتاب‌های منطقی ذکر شده است که برای یک قیاس نتیجه قطعی دادن یک قیاس چند تا شرایط است که اگر آن شرایط رعایت شود، حکمی که از طریق قیاس منطقی به دست ما می آید اون می شود قطعی که در آن شکی نیست. روش تعقلی همین، یعنی واقعا با عقل ما پی بردیم که این شاکر خردمند است، نه تجربه نه نقل. ببینید توجه کنید، اولا در نزد عقلی ما یک حکم کلی بود و آن چی؟ یک حکم کلی، تمامی انسان ها خردمند هستند. این حکم هست. از شما یک مجهول را پرسیدند، فرض کنید این حکم برای طرف یا برای شما مجهول بود، نامعلوم بود که آیا شاکر هم خردمند است یا نیست. شما خب به صورتی خودکار اتوماتیک میگویید که چون در ذهن من یعنی چون من قطع دارم، یقین دارم که تمامی انسان ها خردمند هستند و از سوی هم چون شاکر هم انسان است، پس شاکر هم خردمند است. مثالی که آوردم خیلی ساده است، اما اگر این در بعضی از مسائل که یک خود مرکب‌تر، سنگین‌تر، دشوارتر است دیگه روشن می شود. تمامی این مسائل ریاضی هم مبتنی بر منطق است، بر همین شکل قیاس است. بنابراین کسی نمیتواند بگوید که روشی تعقلی روشی یقین آور نیست. نه، روشی یقین آور است و نتیجهش قطعی است، شکی هم در آن نیست. حالا من به گونه مختصر درباره شرایطی که در کتاب‌های منطقی برای یک قیاس منتج بودن، نتیجه قطعی دادن یک قیاس یادآور شده اند، منطق دانان عرض کنم. توجه بفرمایید. قیاس منطقی یک شکل دارد و یک محتوای. دقت کنید. شکلش همان صورتی چیدنی آن است. مثلا به این گونه چیدن: شاکر انسان است. یک، اینو اسمش میگن صغرا، شاکر انسان است. در همین مثالی که زدم صغرا. دو، انسان ها خردمند هستند. این کبرا. خب حالا این صغرا و کبرا با هم جمع میکنیم، نتیجه چی میشود؟ پس شاکر خردمند است. برای این شکل یک سلسله قاعده های را گذاشتند منطق دانان. باید که حالا من اینجا دیگر در مقام تفصیل آن نیستم چون خیلی وقت را میگیرد آن. فقط همین رو بدانید که یک قیاس منطقی برای آن که نتیجه قطعیت باید شکلش باید درست باشد
و هم محتوایش. حالا محتوا چیست؟ شکلش که فهمیدید، همین صورتی چیدن، گونه چیدنی یک قیاس منطقی. نمیدونم شاکر انسان است، انسان ها خردمند هستند، پس شاکر نتیجهش شاکر خردمند است. این یک گونه و شکل چیدنی یک قیاس. اما محتوا چیست؟ از نظر محتوا باید این گزاره هایی که در این صورت ها آوردم باید اینها یقینی باشند همه، که بعد نتیجه ما درست خواهد بود. مثلا در صغرا چی گفتم من؟ شاکر انسان است. این شاکر انسان است، باید این محتوا، این گزاره، این معنا یک پیش ما قطعی باید باشد، یک سخنی دروغ نباشد، ناصحیح نباشد، یک سخنی غلط نباشد، یک معنای درست باید باشد. کبرا همچنین است. این که گفتیم انسان ها خردمند هستند، این دیگر در جای خودش ثابت شده باشد، 100% به اثبات رسیده باشد. خب کی کبرا گفتیم؟ اون وقتی صغرا و کبرا، یعنی مقدمه 1 و مقدمه 2 اگر قطعی بودند، هر دو صحیح بودند، از نظر محتوا، از نظر معنا درست بودند، نتیجه ما 100% درست خواهد بود. ببینید من حالا یک مثال میزنم که ببینید شکلش درست اما چون محتوا نادرست است نتیجه غلط است. مثلا یک کس گوید که در باز است، خب باز بال دارد، پس در بال دارد. آیا درست است گوید به شما این سخن؟ ببینید از نظر شکل این قیاس درست است، در باز است. این مقدمه صغرا، مقدمه 1. مقدمه 2 کبرا چی؟ باز بال دارد. نتیجه چی شد؟ پس در بال دارد. چرا نتیجه غلط؟ شکل که درست است. میگویند از نظر محتوا اینجا صحیح نیست. چرا؟ چون وقتی شما گفتید در باز است، مرادی تو از در، خب این در است، همین دری که دروازه باز و بسته میشه. اما در کبرا وقتی گفتی باز بال دارد، این بازی تو با بازی اولی در مقدمه 1 چیز نیست. این باز پرنده است، اون بازی اولی مراد باز یعنی کشاده بود. اما در اینجا باز بال دارد که گفتی، مرادی تو از باز پرنده است، یک نوع پرنده است. برای همین هرچند از نظر شکل، ببینید شکلش نگاه کنید، در باز است، باز بال دارد، پس در بال دارد. خب شکل درست، اما از نظر محتوا گفتیم غلطه. لذا شرایطی که در شکل گفتن، مثلا اینکه باید هر آنچه که در مقدمه اول ذکر شده است مراد همون باشد، نه چیزی دیگر. محتوا هم باید درست باشد. خیلی از مغالطه هایی که در کتاب های منطقی از مغالطه ها یادآور شده اند، خیلی از مغالطه های بعضی از فلاسفه سوفسطایی، اگر این ارسطو، سقراط و افلاطون و ارسطو که آمدند بطلانی آنها را ثابت کردند، با همین منطق ثابت کردند. اول سقراط آمد، بعد افلاطون، سپس ارسطو این کتاب منطق را تدوین کرد و اون شروطی یک قیاسی منطقی صحیح را، شروطش رو 1 2 3 4 5 گفت، نوشته برفت. گفت که اگر این شرایط نباشد، رعایت نشود، قیاس ما منتج نیست، نتیجه نخواهد داد، نتیجهش قطعی نیست، دروغ است. و دیگه بعداً همه فلاسفه و منطقدانان بر همه تمام استدلال که میکردند، دلیل که می آوردند، تمام شرایطی ارزم حضور شما نوشته شده در کتاب‌های منطقی را هنگام استدلال رعایت میکردند، بعد نتیجه هاشان درست بود. سوفسطائیان از این مغالطه ها زیاد داشتند، مردم را فریب میدادند. همین این که من در مورد در باز است و فلان گفتم، یک چیزی ساده بود، اما یک چیزای پیچیده هست که طرف نمیفهمد،
بس صورتی یک مغالطه میگفتند و همه را گول میزدند، فریب میدادند که اگر یک نفر با علم منطق خوب آگاه باشد میتواند به مغالطه طرف آگاه شود، خیلی خوب آگاه شود. پس خلاصه این شد که ما هر فن را، هر علم را با هر روشی که دل ما خواست نمیتوانیم مسائلش را بررسی کنیم، بلکه در هر علم روش خاصی خودش هست. اون متد تحقیق باید در هر علم همون متد خودش به کار گرفته شود. در علوم تجربی باید روش تجربی باید استفاده به کار گرفته شود. در علوم تاریخی نقلی باید با روش نقلی بررسی اسناد و مدارک ما باید مسائلش را اثبات کنیم، نه تجربی. مثلا در آزمایشگاه که کسی نمیتواند آزمایش کند که آیا ابن سینا در زمان سامانیان زندگی میکرده است یا نه. اینو باید رود سراغ اسناد و مدارک تاریخی. یا همچنین در تاریخ هم با روش عقلی نمیتوان مسائلش را ثابت کرد. شما 100 سال هم بشید به ذهنت فشار بده، آیا میتونی ثابت کنی که آقا ابن سینا در زمانی مثلا سامانیان زندگی میکرده؟ نه، باید رفت سراغ مدارک و اسناد تاریخی. در فیزیک هم شما نمیتونید، البته فیزیکی نه فیزیک نظری، در فیزیک تجربی اینا شما نمیتونید با روش تعقلی مسائل فیزیکی رو اثبات کنید. همین مرحوم ابن سینا بعضی از مسائل فیزیکی را خواست با روشی عرضم حضورتان تعقلی اثبات کند، خب اشتباه میکرد. مثلا ابن سینا معتقد بود که هرگز مثلا آهن یا مس تبدیل به طلا نمی شود. چرا چون این میگفت؟ آیا تجربه کرد؟ نه، چون در فلسفه برای ثابت شده بود که در فلسفه اعتقاد داشت که ماهیت استحاله نمی‌کنه، ماهیت یک شیء محال است که استحاله بشود به یک ماهیت دیگر تبدیل شود. گفت مس یک ماهیتی دارد، طلا یک ماهیتی، لذا این نمیتواند تبدیل شود. خب اشتباه کرده. بعد علم ثابت کرد، تجربه ثابت کرد که نمیشود. راجع هستی؟ خب الان در علوم، در فیزیک کسی نمیگه که تبدیل ماهیت یک ماهیت به ماهیت دیگر محال است. نه، میشود. نباید ما در علوم تجربی پای تعقل را بیاریم. باز میگویم نه فیزیکی نظری، نه، منظوری من فیزیکی تجربی. اشتباه هستیم. و همچنین در فلسفه که روشی تحقیقی مسائل فلسفی عقلی است، روش تعقلی، همون قیاس منطقی، ما حق نداریم در اینجا پای تجربه رو بیاریم وسط. هر کسی گمان کند که مسائل فلسفی باید تجربه شوند، اثباتشان باید با علوم، مثلا حالا بعضی دیدید میگویند با شعار میدن باید علمی زمان ثابت کند که این حرف درست است یا خدا هست یا نیست فلان. نه بابا، مگر این چی کشکه؟ هر علم روشی دارد تحقیق و بررسیش. نمیتوان در هر علم که هر روشی رو ثابت کرد. متوجه هستی؟ حالا انشاءالله در درس‌های بعدی باز در این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آل بیته و صحبه المنتجبین.